بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما. ما تو قسمت قبل راجع به این صحبت کردیم، راجع به صبر استراتژیک ایران، تله تنش و مسائلی از این دست و اینکه چطور رژیم صهیونیستی کانالیزه میکنه بعضا تصمیمات نظام تصمیم سازی دشمنان خودش رو. تو این جلسه میخوام راجع به بحث موشکی و حمله موشکی خودمون به فلسطین اشغالی یا رژیم صهیونیستی صحبت بکنیم. ببینید، حمله جدید، من تحلیل نظامی نمیخوام بکنم، شاید اشارات نظامی داشته باشه، اما تحلیلم تحلیل در واقع سیاسی است بیشتر. ببینید، در حمله قبلی ما تعداد زیادی پهپاد استفاده کردیم و این پهپادها خب سرعت پایینی داره، 180-200 کیلومتر بر ساعت سرعت داره. اینها دشمنم کاملا متوجه شد، خبرم داشت، آقا از 5 ساعت 6 ساعت اینا قبلترش اینا تا شلیک در واقع لانچ شدن و به پرواز در اومدن، تا از رو عراق رد شدن، از سوریه و اردن رد شدن، تو مسیر همینو دیده شدن، مردم فیلم میگرفتن، پخش میکردن. این خیلی فرق داشت با حمله موشکی که سر 10 دقیقه در تل‌آویو فرود اومده. یعنی لحظه شلیک که شما تو کرمانشاه و شیراز مردم شروع کردن فیلم گرفتن تا لحظه‌ای که رو سر اونا فرود اومد. حتی ما فیلم‌هایی هم که تو شبکه‌های اجتماعی دیدیم، اول فیلم‌های فرود رو دیدیم، بعداً روزهای بعد اینایی که هموطنان خودمون گرفته بودن دیدیم، یا شیرازی‌ها چی داشتن میگفتن، کرمانشاهی‌ها چی داشتن میگفتن، اینا ما بعدها دیدیم. درسته؟ خب این متفاوت بود. خب این که هدف جمهوری اسلامی چی بود، تحلیلگرا متفاوت باش نگاه کردن. اولا جمهوری اسلامی در حمله قبلی خودش کاملا ساختار پدافندی چند لایه آیرون دام گنبد آهنین رژیم صهیونیستی رو به درستی آنالیز کرد. خب اینا شاید بشه گفت واقعا در دنیا در پدافند چون این مسئله جزء مدعی ها هستن دیگه. خب خیلی از کشورها، خدمت شما عرض بشم که دنبال این نوع از پدافندن. در جریان جنگ روسیه و اوکراین هم شما میدیدید که روس‌ها هشدار میدادن اگر ما متوجه بشیم مثلا این نوع پدافند رو در اختیار اوکراینیا قرار دادید، ال میشود بل میشود. خب اینو زیاد شنیدید. یعنی گذر از این پدافند یعنی شکستن همه چیز اسرائیل. ببین، رژیم صهیونیستی برای اینکه بتونه یهودی‌های ترسو رو تو اونجا جمع بکنه چی باید بگه؟ باید بگه که خیالتون راحت بشه، هیچ کسی نمیتونه به ما حمله کنه. میگه چرا نمیتونه حمله بکنه؟ میگه که ببینید امروز حمله یا حمله زمینی است یا حمله هوایی دیگه، حالا دیگه چیز دیگه نیست. حالا دریا مثلا میخوام چیکار کنن؟ خب حمله زمینی بدونید ما اینطور دور تا دور رو بستیم، برای همین شما میبینید روی تانکاشون خیلی در واقع مانور تبلیغاتی میدن. میخوام باز هم من اینجا دنبال اون اثر شناختی ادراکی هم که توی کارهای صهیونیست‌ها همیشه جزء اول و دومه، جزء عناصر مهم اول و دومه. و دیگه حمله هوایی، تو حمله هوایی هم مطمئن باشید هر چیزی بخواد بیاد ببین اینو رو هوا میزنن و خیلی هم گران قیمته. یعنی مثلا همین در واقع موشک‌های تامری که داره استفاده میکنه، برای هر راکتی که فلسطینی‌ها شلیک میکردن این 2 تا موشک بلند میکرد. خب اینا ویژگی خود انتحاری داره، یعنی خودش میتره که اگر به هدف نخوره، نمیدونم هوش مصنوعی داره، یعنی جهت این پرتابه رو تشخیص میده، میگه من اینجا محلی که باید برم جلو قرار بگیرم و اینجا منفجر میشه که این رو در واقع از بین ببره. و حتی اگه بدونه مثلا این به منطقه گم میخوره، جایی که مثلا مهم نیست، میذاره بره میخوره تو بیابون. خب ساخت مدل های این شکلی، یعنی اینا به وجود آوردن، امریکایی‌ها خیلی کمکشون کردن و هزینه‌ش هم زیاد. یعنی اگر همین نبرد فقط اقتصادی می بود شکست خورد رژیم صهیونیستی، اگر حمایت‌های امریکا نمی بود که امریکا دائم پول میده کمک میکنه. چون مثلا یه راکت چقدر قیمتشه، اون 2 تا موشک تامیری که شلیک میشه چقدر، مثلا قابل مقایسه نیست، یعنی مضحکه اصلا مقایسه، چند ده برابر بعضن. خب جمهوری اسلامی با هوشمندی در جریان طوفان الاقصی و در واقع حملاتی که حزب الله لبنان به اسرائیل داشت، همچنین وعده صادق 1 به قول خودمون باگه ها و نقاط ضعف این پدافند رو کامل متوجه شد، آنالیز کرد. اینا فکر کردن مثلا مثل وعده صادق، خب خیلی از این پهپادها راحت شکار میشن، سرعتشون پایینه و اومدن اینا رو براشون اردنی‌ها و انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها شکار کردن.
با جنگنده هم خیلی از اینها رو انجام دادن. اما این دفعه مسئله فرق کرد. اذعان خودشون 80 تا 90% موشک‌ها خوابیده. خب این یعنی چی؟ اصلا شما در فیلم می‌بینید از این طرف داره فرود میاد، اینم از این طرف موشک‌های تامیر شلیک میشن، رد میشه از کنارش و نمیتونه اون کارو. و موشک‌هایی هم که استفاده شده بوده حتی برای چنین چیزی هم آمادگی دارن، یعنی لحظه فرود در واقع حرکت‌هایی رو انجام میدن که قابل پیش بینی برای اون سامانه هوش مصنوعی این نوع پدافند نباشه. خب مانور میداره قبل از فرود، قبل از در واقع فرود آمدن بر سر هدف. بخشایی رو دیدید که اینجا میخوام رو بخش نورد رسانش یه خورده بیشتر زوم کنم، اون بخش نظامی سیاسیش هم میگم. شما دیدید که مثلا بوسترهای موشک‌ها که وقتی جدا شده بود افتاده بود رو اینا هی نشون میدادن. چرا اینو نشون میدادن؟ چیزی هم نمیگفتن این بوستر موشک اصلا باید جدا بشه، کارکردش تموم میشه، وزن اضافه است، باید تموم شه، لحظه فرود آمدن موشکه و این باید جدا بشه. خب اینو کجا میفته؟ ممکن تو کرانه باختری بیفته، تو اردن بیفته، کجا این جدا شده. اینو وقتی نشون میدادن هدفشون چی بود؟ که اینو القا بکنن که ببینید اینا موشکاشون افتاده. خب نه اون موشک نیست، اون موشک سر جنگیشه که فرود آمده. این بخش جدا شونده است. مثلا من در سفری که به عراق رفته بودم سر ماجرای عین الاسد همین بود. مثلا عراقی‌ها میگفتن که بابا اینا همه موشکاتون رو زدن تو عراق افتاده بود. این کجا افتاده بود تو عراق؟ گفتن اینا مثل تیکه‌های فلزی مثلا مثل آب گرم کن بود افتاده بود روی بیابونا، مثلا چه میدونم هموطنای ما با گوشاشون عکس گرفتن پیچیده تو شبکه‌های اجتماعی. وقتی بهنا میگفتیم این بخش جدا شونده موشکی مثلا اطلاع نداشتیم. پس برای اینها نگاه کن، برای اینها اون افکار عمومی مردم بسیار مهمه که برای این بر غافل یعنی یک بار ما ندیدیم یه نفر بیاد همین رو مردم توضیح بده. یعنی باید شده بود برای جمهوری اسلامی پول میداد، تو شبکه‌های کلیپی میساخت، تو تمام شبکه‌های عربی مخصوصا مثلا عراق و چه که تحت تاثیر این عمل روانی بودن به عنوان کلیپ تبلیغاتی پخش میشد حتی. یعنی حتی لازم ما پول بده خرج کنیم برای همچین کاری. مستحضر چه عرض می‌کنم خیلی خیلی مهمه. اسرائیل و امریکا نگران شکستن اون هیمنه شونن. پارسال هم اگه خاطرتون باشه به عین الاسد حمله پهپادی شد و تونسته بود رد کنه. پدافند امریکایی‌ها رو امریکایی چی گفتن؟ گفتن هنوز مشغول شارژ بودن، نمیدونم خاموش بوده، داشتن دستگاهو فلان می‌کردن. چرا؟ چون آبروی این پدافند از بین میره. امروز سوال اصلی تو این ماجرا اینه که این ساختار پدافندی اسرائیل دیگه آیرون دام نیست، آب گنبد آهنی، آبکش آهنی. سوراخ هم داره ردم شده. این آقا 100 متر اینورتر خورده، 500 اون اونورتر خورده، باشه اصلا هر جا شما میگی خوردی به فرض رد شده است یا نه؟ این مهمه. این مسئله یک و اصلی است. مسئله دو، محله هایی که جمهوری اسلامی هدف قرار داد محله نظامی بود، به غیر از اون بخش گازی که زیر ساختی بود بقیه نظامی بود. یعنی جمهوری اسلامی خوب فهموند، گفت ببین من اهداف نظامی رو میزنم، یک دونم زیر ساختی زد. یعنی چی؟ یعنی لبه شروع مرحله بعدی من اینها، بعدی من زیر ساختاتو میزنم. اسرائیل هم چیزی نداره. به شما بگم یعنی از نظر مساحت انقدر کوچیکه که ایران نیستش که شما مثلا چند صد موشک باید بزنی که مثلا بتونید کلا یه ضربه محکم به زیر ساخت جمهوری اسلامی بزنید. اینطور نیست. یه دو تا آب شیرین کن داره و نمیدونم خدمت شما عرض کنم نیروهای برقشه. اینطوری نیست، یعنی واقعا آسیب میبینه. بعد شما مردم ما رو با اونها یکی نکنید. اینم میخوام صراحتا بگم و دوست داشتم تو برنامه قبل میگفتم که زودتر پخش بشه. خب ببینید این که اسرائیل جواب میدن یا نه، من برمیگردم رو بحث موشکی‌ها. بله جواب میدن از نظر من تحلیلم اینه حتما جواب میدن. خب به خاطر اینکه نابود شده هیمنه‌شون، میخوان اینا احیا کنن. وقتی میخوان احیا کنن چیکار باید بکنن؟ یه گیرن. از این طرف میترسن، میدونن که امریکایی دنبال جنگ فراگیر نیستن، مطمئنن اینو. دو، از اون طرف هم میخوان این هیمنه رو احیا کنن. چیکار باید بکنن؟ یا یک ضربه میزنن خیلی بزرگ رسانه‌ایش میکنن، انگار که مثلا یه صدا یه ترقه، اما انگار مثلا 100 بار اون ترکید. خب این یک روش. ولی از دنبال سوژه هایی هستن که خوب بتونه اینو القا بکنه، خوب بتونه اثر بگذاره. شما یه موقع شما فرض کنید مثلا حالا من نمیخوام باز حرفی بزنم بعدا میدونم شما مشکل هم داریم، واقعا دشمنان خارجیمون فقط نیست، احمق تو داخلن که
به خاطر عقده‌ها و کینه‌های سیاسی حتی حاضرن به اسرائیل خدمت بکنن. اینا مثال‌هایی می‌زدم که مثلا این نوع ضربه چه اثری داره و یک ضربه به مراتب کوچکتر چه اثر بزرگتری داره. خب پایگاهی که ما زدیم مثل پایگاه نواتیم یکی از مهمترین نقاط حفاظت شده کل دنیاست. نه فقط خدمت شما عرض کنم فلسطین اشغالی، کل دنیا. این خیلی مهمه. ببینید بزرگترین و چند لایه ترین پدافند جهان سوار اونجا، انواع اقسام پدافند، از مدل همین موشک‌های کوتاه برد و میان برد بگیرید تا آرو اینا که موشک‌های برد بلند و برای بالستیک و نمیدونم چه که هم دقیقاً برای همین موشک‌های ما بوده باید پاسخ میداده. و دقیقاً خوبه بدونید موشکامون رفته سامانه خود آرو رو زده، یعنی اون کسی بعد میاد اینو بگیره خودش مورد ضربه قرار گرفته. کلی از مردم فلسطینی‌ها اینا کلیپایی که ضبط کردن شما میدید اصلا اسمی بردن مطار نواتیم، اینجا فرودگاه نواتیم داره میخوره. موشکا رو میدیدیم که همینجوری فرود میاد. خب موشکا بود 500 کیلو 700 کیلو سر جنگی داره، ضربه‌ای که اونجا وارد میکنه، ترکشایی که پرت میکنه. یه هواپیما با اینقدر ترکش بخوره به بدنش از سرویس خارج بعد بره آورهال بشه؟ مگه اینطوری به این سادگی است؟ هرچند خب اونا هم خبر داشتن که اخبار دیدید که سریع پخش شد که امریکایی‌ها گفتن تو 12 ساعت پیش رو ایرانی میخوان حمله کنن. به نظر میرسه ولی سری جنگنده‌ها و اینا رو بلند کرده بودن، یعنی انقدر احمق نیستم دشمن اینجوری مواجه نیستیم که مثلا بذاره اونجا که شما ضربه بزنید. خب جنگنده‌ها، سوختسان‌ها، نمیدونم هواپیمای جاسوسیشون رو بلند کردن تو آسمون نگه داشته بودن که در واقع ضربه نبینه. خب اما نکته‌ای دارم اینجا، سانسور هم که شدید صراحتاً به میدل ایست میگه که اسرائیل اجازه نمیدهد، سیستم سانسور اسرائیل اجازه نمیدهد تا بفهمیم چه شده است. کار به جای که الان گوگل ارت خیلی جالبه روی اون مناطق دقیقاً ابر گذاشتن. خب یعنی سانسوری درست کردن که تصاویر دیده نشه. چند تا تصویر خودشون دادن میره. من میخوام در کودن بودن بعضی از رسانه‌های داخلی خودمون واقعا آدم آتیش میگیره. تصویری که اونا داده بودن بیرون و اینا هم پخش میکردن، رسانه‌ای که اسمشون نبرم، اولدرومشون ملت رو کشته و پولهای آنچنانی دارن میگیرن و بودجه آنچنانی میگیرن، نمیفهمن که مثلا بله یه موشکی که مثلا حالا 500 به دونورتر خورده، چرا اینو نشون میدن؟ چاله نشون دادن 15 متر چاله حفر شده بود، یعنی بزرگ بوده، اما کجا خورده بود؟ یه جایی لبه یک جاده و منطقه زمین چمنطور بود و بعدش اونجا نزدیک مقر موساده. خب بقیه موشک‌ها رو نشون میدن، اینو نشون میدن چرا؟ میخواد بگه ببینید موشک‌ها درسته آیرون دام رد کرده، درسته گنبد آهنین رو رد کرده، اما ببین کجا خورده، تو چمنا خورده. و چون سامانه ما میدونسته این تو چمنا میخواد بخوره ولش کرده. گرفتی چی شد؟ که باز هم آبروی گنبد آهنینش نره. این اون هدف اصلی بوده که اینا نمیفهمن. این میشه که رسانه داخلی ما احمقانه میدن اینا پوشش میده. او دنبال اینه. خب بسم الله، مگه چیزی نشده دیگه؟ مگه نمیگن چیزی شد؟ من مصاحبه دیدم از دکتر مرنده با یکی از رسانه‌های اون طرفی، سوال مجری میگه آقا اینا که بیشتر موشک‌های شما رو که زدن که فلان، اصلا پیشفرض مجری برای القاء رسانه‌ای به مردم دنیا همینه. Very few of the missiles got through. It in effect failed. Many people are calling it a humiliation for Iran. I think that's a lot of wishful thinking on behalf of you and your colleagues at Sky News. It was a massive blow to the Israeli regime. And the history of this conflict doesn't go back to last year. It is 76 years of ethno-supremacism, ethnic cleansing, and this is a racist regime that you support. The Israeli regime, if they dare strike back at Iran, we will hit them much harder next time. We will beat them into submission. برای چی داره اینو میگه؟ برای اینکه بگین اثر نداشت، به قول میگن درد نداشت. این بچهای شیطون بودن کتکشون میزده هم میگفتن دردم نمیاد میزد در میرفت. نه عین همونا. خب نه، محل نگهداری F-35 بوده. از همین جا، از این پایگاه‌هایی که بلند شدن، هواپیما رفتن، F-15 ها رفتن جنایت در ظاهر انجام دادن، همونجا خورده. و کارم سخته، بدونید هر کسی نمیتونه اسرائیل رو بزنه، کار سختی، کار بزرگی صورت گرفته. چرا؟ اونا پاسخی که بخوام بدن برای اونا آسان‌تره. یک کشور با این همه مرز قاچاقچی میاد میره فلان،
ببین دقیقاً دعوا و جنگ یک کشور عبارت خیلی خوبه. یک کشور با یک پادگانه. خب یه پادگان معلومه شما میتونی توی پادگان نفوذ بکنی؟ نه، اما تو پارک راحت میری. پای دیوارش میپیچی میری تو پادگان، میتونی سیم خاردار داره، دوربین داره، سنسور داره، سرباز داره، برجک داره، مسلح وایساده، 2 تا ایست میکشه، 3 تا ایست میکشه، شلیک میکنه بهت. اسرائیل کلش پادگانه، یه پادگان نظامیه واقعا. شما میخوای با یه پادگان نظامی داری میجنگی. به این هم باید توجه داشته باشین. یعنی او دستش بازتره برای پاسخ تا ما. خب جذب همکار او راحت‌تر میتونه انجام بده، جذب جاسوس او راحت‌تر میتونه انجام بده، جذب اراذل و اوباش. بسیاری از کارهایی که رژیم صهیونیستی در داخل ایران انجام داد توسط اراذل و اوباش. اراذل و اوباش که اصلا نمیدونستن تو چه سرویس دارن کار میکنن. طرف رفته ارمنستان، اونجا توی کافه، توی کاباره، افسر موساد باش جوینت شده، بعد جذبش کرده، 50 میلیون هم خرجش کرده، این دیگه رفیق شدن، داداشی شدن، هم برگشته از اینجا باش تماس گرفته، از بیرون تماس گرفته، آقا مسئله ناموسی دارم، برو اینجا این کار انجام بده، این آدمو بزن. رفته زده، بعدن وقتی دستگیر شده فهمیده عجب داشت برای موساد کار میکرده. این کار برای شما اونجا سخت‌تره، برای من و شما اونجا، اما او راحت‌تر میتونه کار انجام بده. اما به هر حال او محکوم به نابودی است، تردید نکنید. خب گزینه‌هایی که جمهوری اسلامی داره و محور مقاومت داره به غایت قدرتمنده و رژیم نابود خواهد کرد، منتها به شرطی که این ملاحظات لحاظ بشه، ماها نقش خودمون رو درست ایفا بکنیم. خب اینو بدونیم. برعضا اسرائیل واقعا یه کلونیه، یه کلونی جمعیتی نظامی صهیونیستا و جنایتکارایی که یک جا جمع شدن. خب ما افتخار میکنیم که دقت بفرمایید مراکز نظامی رو زدیم. دنیا امروز داره همه میگن ایران در جنگ اخلاق رو رعایت کرد و مردم عادی رو نزد. هرچند رژیم صهیونیستی مردم عادی نداره، اونجا همه پادگانن. در زمان یکی از دولت‌ها، یکی از مسئولین یه حرفی زده بود که بین ما دولت اسرائیل و مردم اسرائیل تفاوت قائل میشیم. جنجالی پاشد اگه خاطرتون باشه و رهبر انقلاب صراحتاً اومدن اونجا اصلا مردم عادی نداره. با این وجود دارم عرض می‌کنم از نگاه مردم دنیا گفتن ایرانی‌ها اخلاق رعایت کردن، برخلاف صهیونیست‌ها که گفتن آقا اینجا رو که می‌خوایم منطقه رو بزنیم که سید حسن نصرالله حضور داره، 82 تن بمب ریختن اونجا که کلی مردم عادی، زن و بچه مردم به شهادت رسیدن. بمبای سنگر شکن انداختن، اونم بمبایی که از بتون رو بور میکنه. برای چیه؟ برای اینکه او هیچ خط و قرمزی نداره، هیچ حد و مرزی نداره. و عرض کردم توی صحبت 2 جلسه قبل‌تر که اون میخواد خودشو استراتژی مدمن رو اجرا کنه و خودشو میخواد دیوانه نشون بده. خب یا من خط بزنم، کار بزرگی صورت گرفته، مهمترین پایگاهشون خورده و کسی اینو میتونه بزنه، یعنی فردا روزی لازم باشه دیمونا رو هم میتونه بزنه، تمام ادارات اینا، همه اینا رو میتونه بزنه. مردم عادی موشک کور هم شلیک کنی وسط تل‌آویو که دیگه کار هر کسی. انقدرم اونجا کوچیکه شما بدونید مساحتی نداره فلسطین اشغالی، انقدر کوچیکی که شما و اینا مثل این شهرهای شمالی ما هست که پشت سر هم همینطور شهر اونجا مثلا میگن آقا شهر نه فلان جا، فکر می‌کنن چقدر فاصله 10 کیلومتر تل‌آویو فاصله داره. خب اونجا اگه بزنی تو سر بخوای استراتژی ایجاد وحشت و اونم 2-3 میلیون آواره بذاره رو دستش و این کارا، که یکی از کارا که باید صورت بگیره به وقتش، نه که کشتار مردم و نمیدونم چه نه، به وقتش مردم باید بدونن که مثلا یه جایی رو باید خالی کنن اگه لازم بشه، هشدار بهشون داده بشه آقا بزنیم خالی، بفهمه آواره رو دست مردم گذاشتن یعنی چی. اینا باید متوجه بشه رژیم صهیونیستی. اینا جزء از قضا استراتژیه که باید اجرا بشه. باید 2 میلیون آواره رو دستش باشه تا بفهمه یعنی چی. که جنوب خدمت شما عرض کنم لبنان رو بخوای مثلا مردمش رو آواره بکنی، نه، اینکه شمال فلسطین اشغالی الان آواره داره، یک سالی رژیم میفهمه 60,000 تا 100,000 تا کجا، یهویی 600,000 تا 1 میلیون تا 2 میلیون تا کجا. ایران رسما اعلام کرده، الان الجزیره زده بود که یک منبع آگاه ایرانی که خدمت شما عرض کنم دوره یک خویشتن‌داری یک جانبه تمام شده است. این یعنی همون پایان صبر استراتژیک. خویشتن‌داری یک جانبه دیگه برای ما امنیت ایجاد نمی‌کنه. اینو به امریکایی‌ها پیام داده شده، امریکایی هم صاحب همین سگ وقیحن واقعا که هیچ خط قرمزی نداره. باید بفهمن آمریکایی‌ها که باید جمع کنن اگر میخوان
منافعشون لحاظ بشه باید اینو جلوشو بگیرن، افسارش باید بکشن. از قضا از این روش نه تنها پاسخ ما نیست، هیچ، یه مرحله بریم جلوتر. مقاومت فقط نه، مقاومت به معنی نه مقاومت مفهومی مقاومت اقتصاد مقاومتی میگیم اینطور، نه فرض کن بگیم اقتصاد تهاجمی، اینطور منظورمه. اینجا دیگه این نیست، بلکه باید تهاجم صورت بگیره. امریکا باید اینو جمع بکنه و پایان این رژیم تو منطقه رسیده. اونها دیگه با این جنایاتی که انجام دادن و از مردم عادی و عزیزان رو از ما به شهادت رسوندن که هرچی کل صهیونیست‌ها هم به خاک خون بکشن، این جواب یه تار موی سید حسن نصرالله نیست برای ما. یعنی اینو واقعیت، اینو باید بدون. دقت هم بکنید الان چیکار میخوان بکنن. برداشت من اینه که دو تا کار میشه انجام. یکی این که همین که خیلی دارن تو رسانه‌هاشون میگن که نه ضربات ایران کاری نبوده و بسیارشو پاسخ دادن، یعنی این که بله الکی برای خودشون شأنی بسازن و اون شأن هم حفظ کنن، حالا یه پاسخ مثلا یه پادگانی رو یه جایی رو مثلا بزنن. این یه نوع پاسخ. یک برداشت دیگه این میشه که دارن صحبت میشه ازش که آقا چه میدونم مثلا چه لزومی داره من دویدن نتانیاهو رو به سمت پناهگاه نشون بدی، چه لزومی داره؟ اینا خب رسانه رو میفهمن. میخواد یک مظلوم نمایی کنه که در اثر اون بتونه پاسخی بده. این از این جهت هم ببینید، یعنی یه ضررهایی داره هم براش، طبعا یه وعده هایی هم خواهد داشت. همزمان سعودی ها هم فعال شدن. سعودی ها یه پالس انرژی دادن. دقت بکنید، باید ملاحظه. مسئول سعودی گفته که باید کشورهایی که عضو اوپکن و اوپک پلاس، یعنی اضافه شدن به اوپک، اینا می‌بینید هر کدوم سهمیه دارن، باید ضابطه‌مند، باید اون وفادار بمونن به اون میزان فروششون. بعضیا اینا میشکنن مثل قزاقستان، مثل عراق، معمولا بیشتر میفروشن. گفته که ممکنه نفت بیاد زیر $50 اگه بخواد ادامه بده. خود عربستان که 10 میلیون بشکه میفروخت کرد 9 میلیون و گفت ببین من 1 میلیون کم کردم، از فروشم کمتر شده که قیمت بالا بمونه. تارگت هم برای سعودی که اعلام کردم گفتن $100. اما وقتی الان داره میگه با این کاراتون قیمت نفت میخواد بیاد بهش زیر $50، یعنی چی؟ پالس اصلی نه، اولا یه تهدید نهفته درش هست. خب بدونید. دو این که یعنی من کاری میتونم بکنم که قیمت نفت رو بیارم زیر 50 ها. من یویو افزایش تولید میدم، 1 میلیونم برمیگردونم، بیشترم برداشت میکنم، اصلا فرض کنید 11-12 میلیون به فرض، حالا عدد رو همینجوری دارم میگم. اما آنچه که فحوای اصلی است باید ملاحظه بشه اینه که این پیام رو دارن اینا به دنیا مصادره میکنن که دنیا با اضافه تولید نفت مواجهه. با اضافه تولید نفت مواجهه، فلذا داشته باشید آمادگی داشته باشید که اگر یک مقداری هم به دلایلی تولید نفت کاهش پیدا کرد، خب فکر نکنید تورم ناشی از نبود جنس شکل بگیره. یک تورم صرفا روانی است. این قیمت الکی میره بالا، آقا خودکار کم شه، خودکار بخریم، بعد دیگه ما میفهمن 10 روز 20 روز نه خودکار زیاده، الکی نخرید. یادتونه اوایل که کرونا اومد همه یک بحث کمبود ماسک بود. خب اصلا کسی ماسک گیرش نمیاد، می‌خواستیم به یک فک فامیلات آشنات می‌خواستیم دیگه حال بدیم، از یه دونه ماسک بهش میدادیم یا یه بسته ماسک به یه نفر میدادی دیگه تموم شد دیگه، اصلا مرام براش گذاشته بودی. اما بعد چند وقت چی شد؟ اصلا نه انقدر لازمه، انقدر هم کمه، هست خیلی هم تولیدش رفت. اونم سعودی ها دقیقاً، اینو من تاکید میکنم بر مسئولینمون، دقیقاً تو پازل ادراکی شناختی اسرائیل دارن عمل میکنن، برای اونها دارن عمل میکنن. وقتی عرض کردم تو یکی از تحلیل‌ها که وقتی محمد علی حسینی رو برداشتن آوردن، فردی که 2000 به عنوان جاسوس در لبنان دستگیر شده و بلژیکیا در ارتباط بوده، کجا در ارتباط بوده، اینو وقتی برداشتن آوردن روز قبل از شهادت سید حسن نصرالله توی تلویزیون عربستان سعودی تو العربی الحدث وقتی نشست و گفتش که آقای سید حسن نصرالله من تو میگم که ایرانی تو رو معامله کردن، که چی؟ یعنی آماده داره میکنه، میگه سید حسن میزنم، این که حسبشون. دو اثر رسانه‌ایش چیه؟ باید ایرانی که اینجوری قدرتمند نشون داده شده، امروز محبوب ترین کشور اسلامی در جهان اسلام و حتی من معتقدم در بین غیر مسلمان‌ها، هر کسی که ضد امپریالیسم، ضد نظام سلطه است، امروز ارتباط عاطفی با ایران و رهبران ایران و نظامیان ایران برقرار کرده، میخواد اونها رو بشکنه.
به اون فکر کرده. خب این برای اینکه این کارش انجام بشه از کدام ابزار و بستر استفاده کرده؟ شبکه‌های سعودی. الان هم همونه که مسئولین سعودی رفتن با وال استریت ژورنال مصاحبه کردن و دارن پالس قیمتی میدن و به کل بازار جهانی دارن میگن که نترسید، تولید اضافه تولید وجود دارد، همین الان هست، فوقش مقدارش هم کم بشه، اتفاقی نخواهد افتاد. و این همون مقابله است که ما داریم پیام پنهان تو جامعه بکنیم، جامعه جهانی. اگر میخواید کل دنیا به آمریکا و اسرائیل فشار بدن تموم کن جنگو، راهش اینه. نه اینکه اونا هوشمندانه اومدن طراحی انجام دادن. یمن پاسخی به سعودی ها نشان نمیدهد. چرا؟ چون چینی ها تو این مسئله ذی‌نفعن. میدونید چند برابر ما چینی ها از عربستان نفت میخرن؟ چرا آوردن 5% سهام آرامکو رو فروختن به چینی ها؟ برای اینکه خود چینی ها رو در اونجا سهامدار بکنن. 50% نفروختن که چین مسلط بشه، 5%. آمریکا داره کانالیزه میکنه چینو که میگه ای چینی که تو نفت لازم داری از عربستانی بخر که اگر یه روزی من خواستم افسار رو بکشم من نمیتونم به ایران فشار بیارم به تو نفت نفروشه، اما به عربستان میتونم این کار انجام. حماقت چینی‌ها بوده. یعنی همونطور که ما رو از بازار مثلا از کره و اینها حذف کردن آرام آرام، چین هم باید آرام آرام نفت خودش رو خرید خودش جایگزین کنه، از عربستان نباید بخره. اونها براشون ببین تو اون سیستم ساختار چین هم تصمیم سازانی هستن، میگن بیا نفت تو متنوع بخر. اومدیم و حمله شد به ایران، اومدیم و حمله شد به روسیه، نتونستن به تو نفت بفروشن. تو میخوای چیکار بکنی؟ تو بیا از سعودی ها رو هم بخر، چون اونا خودشون سعودی ها رو نمیزنن، امریکایی ها سعودی ها رو نمیزنن، تو از طرفین بخر. و از طرفین بخر باید تناسبی باید باشه، نه اینکه یه برهه جالب شما میگه مثلا میزان نفتی که اینا از عربستان میخریدن 17 برابر ما بود. 17 برابر. یه چیزی 2 برابر بشه میشه 100%. 17 برابر. بعد شما فکر می‌کردید اون موقع برای چینی‌ها مثلا چای نفت ما مهم بود یا چای نفت عربستان سعودی؟ اینا اینطوری وقتی چینی‌ها رو آوردن بازی دادن، اینطوری امنیت آرامکو رو حفظ کردن. پیامی در همین حوزه باید حتما اینا دریافت کنن. پس عزیزان عنایت داشته باشن که ما با یک نبرد ترکیبی و هیبریدی مواجهیم که اینا ممکنه چند تا کار توامان انجام بدن. یک بخش اصلیش ایجاد ادراک در بینه که یک مردم ما، دو خودشون شکسته هیمنشون باید اثبات کنن که ما میتونیم، درسته؟ سه کل دنیا، چهار مسئولین ما. وقتی اینا هی این فضا رو دارن فراهم میکنن که ما همه جا نفوذی داریم، همه جا جاسوس داریم، چه فضای بی‌اعتمادی رو تو جامعه به وجود میارن. نکن این جاسوس رو میگه، نکن اون جاسوس رو میگه، نکن اون نفوذی، نکن این نفوذی. بخشی از این کارهایی که اینا انجام میدن به واسطه تکنولوژی، به واسطه هوش مصنوعی، به واسطه کار دیگه است، اما اینم میاره اینور فاکتور میکنن، چون اثری که از این میگیرن به مراتب بیشتره. فرض بکنید یک نفری رو یه کاری کردی با 200 سرعت میرفته، حالا 2 جام لاستیکش از خط سفید میزده کنار، اما وقتی اینو خیلی براش بولد بکنی او دیگه با 200 تا نمیره، با 80 تا میره، لاستیکش هم از خط سفید بیرون نمیزنه، خوشحالم است. اما شما یهویی بخش قابل توجهی از سرعت این رو گرفتید. خب عکسایی که خودشون منتشر کردن دقت بفرمایید، خودش منتشر کرده چون میدونه نیاز جامعه جهانی امروز اینه که چی ایران کجا رو زد. دیدیم نشسته، نمیتونه دیگه بگی نشسته، این که نشسته موشک کجا رو زد. میاد مثلا پایگاه نواتی ما نشون میده، 4 تا نقطه رو نشون میده، یک بخش از پایگاه رو نشون میده، اما حداقل ما توی یک از کلیپ‌ها میبینیم 10 15 تا موشک میشه اونجا. چرا جای دیگر نشون نمیده؟ مستحضرید؟ آیا جزو خبرنگارا برن ضبط کنن دیگه؟ اینطور نیست. اینا به سرعت میخوان جایگزین کنن. دفعه قبل که اصلا فاجعه بود، چالهه رو مثلا نشون دادن، دیدید که مثلا خاکش هم بغل بود، انگار مثلا موشک بیل داشته، رفته همینجوری با بیل برداشته، همه خاکارم یه جا ریخته، فقط چون سریع میخواستن بدن بیرون. خب دوچار اون مشکل شدن. کوچک نمایی اثر حمله ایران هم خودش نشان دهنده اینه که نمیخوان پاسخ جدی بدن. آیا خب برخی میگن آقا مثلا چه میدونم ممکنه یه نبرد حمله آنچنانی کنن، نقاط هسته‌ای رو بزنن. خب اینا اگه دوست دارن دنبال افزایش تنشن، امریکایی‌ها بدونن باشه، افزایش تنش تله دیگه وجود نداره، تله نیست، واقعیت. افزایش تنش منجر به میشه یه قطره نفت از خاورمیانه بیرون نمیره.
مثل انبار باروته. کل خاورمیانه، امریکایی‌ها کم پایگاه ندارن تو اینجا، مردمی که دیگه تحمل ندارن در کل، یعنی منطقه از شمال اقیانوس هند تا فلسطین اشغالی به آتیش کشیده خواهد شد. اون اینو باید بفهمن. اگه دوست دارن نفت 200-300 دلاری داشته باشه دنیا، اگه خب بکن. خب حتما همچین اگه تصمیم گرفتن بدن و اونم دنبال همچین چیزی نیستن، میترسن. انتخابات ها اینا نزدیک، ملاحظاتی که اونا دارن 100 برابر ملاحظات ماست. خب لذا نباید نگران از این جهت بود. اما هر چی باشد بالاخره رژیم صهیونیستی به دنبال اون قصه هستش که بتونه جا خالی بده و امریکا رو وارد درگیری با دشمنان خودش بکنه، که تو قسمت قبل براتون توضیح دادم این روندی که اینا از گذشته تو فرهنگ ایناست، چون اینا هیچ وقت قدرت نداشتن، همیشه مثل انگل به قدرت‌های دیگه میچسبن و از اونها سوء استفاده میکنن. مسئله مهم دیگه خود اینجا باید یه روانشناسی سیاسی باید بگیم. شخص نتانیاهو برای بقای خودش باید این جنگاش ادامه بده. برداشته منافع رژیم صهیونیستی با منافع شخص خودش گره زده. اگر جنگی چیزی تموم بشه 100% نتانیاهو محاکمه خواهد شد. اصلا دعوایی بود یادتون رفته قبل 7 اکتبر همیشه توی تل آویو و شهرهای دیگه شون تظاهرات بود. به خاطر چی؟ به خاطر علیه نتانیاهو. این تونست با این جنگ ها یه خورده مخالفین خودش رو ساکت کنه. آی دشمن بیرون، آی دشمن بیرون، آی دشمن بیرون. با این روش خب فکر می‌کنم کافی باشه و فراموش نکنیم تاکید دوباره برادران ما، عزیزان ما، نیروهای نظامی و امنیتیمون کارشون یه پیوست رسانه‌ای شناختی داره که ما میتونیم تو اونجا خیلی بهشون کمک بکنیم و باید هم کمک بکنیم. کار از دست ما برمیاد. یا علی.